فرودگاه نوحه لنین شهر ارنبورگ روسیه یک مرد زاده تاجیکستان را که با پرواز خجل مسکو وارد روسیه شده بود برای اجرا نکردن طلبات بهداشتی و سر وقت نسپردن تشخیص کرونا ویروس به مبلغ 7500 روبل جریمه بست. طبق مقررات بهداشتی که در روسیه جاری شده است، هر نفری که از خارجه وارد روسیه می شود باید در ظرف 3 روز بعد آمدنش از تشخیص کرونا ویروس گذشته نتیجه هاش را در صحیفه خود در سامانه دولتی گوسوسلوگی جای کند. مردی که از تاجیکستان آمده است در آن گناهکار دانسته شد که این مقررات را اجرا نکرده است و در ظرف 3 روز بعد آمدنش تست کرونا ویروس نسپرده است و معلومات را در سامانه گوسوسلوگی جای نکرده است. این مرد از کرده اظهار پشیمانی کرده هنوز تا به بررسی پروندهش در دادگاه از تشخیص گذشت و معلومات را در گوسوسلوگی هم جای کرد، ولی دادگاه هرچند این را حالت سبک کننده ارزیابی کرد ولی باز هم آن مرد را در قانون ویرانکنی مأمور گناهکار دانست و جریمه بست. شماره گرفتاران کرونا ویروس در روسیه تا 11 ینور به 3,370,000 نفر رسیده. این ویروس تا امروز سبب مرگ قریب 61,000 نفر در این کشور شده است. تنها در یک شبانه روز آخر در روسیه 22,540 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده، 440,000 نفر از این ویروس جان باختند. روسیه از لحاظ مقیاس پنجشوی کرونا ویروس در بین کشورهای شوروی سابق در جای اول و در دنیا بعد امریکا، هندوستان و برزیل در زینه 4 جای گرفته است.